مریضی نگران کننده و غیر قابل باور فرهاد دریا، هنرمند مشهور افغان. فرهاد دریا در کدام کشور زندگی می کند؟ نشر تصاویر تازه وی از شفاخانه و گفتنی‌های تازه فرهاد دریا برای تمامی علاقه‌مندان و دوستدارانش. همسر فرهاد دریا که اصلا باور نخواهید کرد من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامت. سال تک تک شما دوستداران نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. فرهاد دریا، هنرمند مشهور، چهره شناخته شده و مطرح در میان هنرمندان افغانستان، علاقه‌مندان و دوستداران خاص خودش را داشته است. این هنرمند از سن نوجوانی شروع به سرودن آهنگ کرد و در آن زمان در گروه باران آهنگ‌های بیشماری سرود که تاکنون آهنگ‌های فرهاد دریا ماندگار بوده است و دل‌های مردم افغانستان را نوازش می‌دهد. این هنرمند شناخته شده و مطرح افغان بعد از جنگ‌های داخلی اول در افغانستان رخت مهاجرت به کشور جرمنی بست و اکنون در کشور جرمنی زندگی می کند و صاحب تک فرزندی است، اما فرزندش علاقه به هنر موسیقی نداشته است و آهنگ نمی سراید. فرهاد دریا اما سال کنسرت های در سرتاسر جهان برگزار می کند و کنسرت هایش بیننده خوبی دارد. عاشقان هنر موسیقیش را پیش می برد. تازه تصاویر این هنرمند در صفحات مجازی رد و بدل می شود که فرهاد دریا به سرطان گلو مبتلا شده است و به همین دلیل هنر موسیقی را کاملا ترک کرده است. تاکنون جزئیات بیشتری این ماجرا از طرف خانواده فرهاد دریا منتشر نشده است و اینکه این خبر تا چه اندازه حقیقت داشته است و یا هم خیر معلوم نیست. اما من آرزوی خوشبختی، موفقیت و سعادت برای فرهاد دریا با جمعی از هنرمندان افغان از بارگاه عزت الله تمنا دارم. دوستداران و همراهان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان فرهاد دریا به اشتراک بگذارید. اگر دوست دارید عضو کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. تا درود دیگر، بدرود.